سلام برسید. بعد از جنگ خیبر برا و امیرالمومنین رسول الله نشسته بودن با چند نفر دیگه. یه زن یهودی اومد گوشت کباب آورد برای رسول الله. گفت آقا شنیدم شما گوشت کتف گوسفند دوست داری، کباب کردم برات آوردم، من تازه مسلمان شدم. رفتن نون بیارن، برا یه لقمه برداشت خورد. مولا بهش گفتش که برات چرا زودتر خوردی؟ شروع کرد دست انداختن مولا که مثلا ای بابا خسیس بازی در نیار دیگه. ما ابخلک رسول الله، چرا بخیلی؟ کلمه رو دقت کن. مولا جواب داد نه برا، اولا احترام رسول الله واجبه، ما نباید جلوتر از رسول الله چیزی بخوریم، جلوتر از رسول الله چیزی بیاشامیم، جلوتر از رسول الله راه بریم، حرف بزنیم، بشینیم. ولی برا این گفت یهودی بودم من، ما چه میدونیم؟ اگر میذاشتی رسول الله لقمه اولو بخوره بعد تو به دنبالش چیزی بخوری، مسئولیت ما با اون بود. تا از همون میپرسیدن چرا از این لقمه خوردی، میگیم رسول الله خورد ما هم خوردیم. اما برا تو زودتر خوردی، حالا مسئولیت با خودت. این گفتگو بین برا و مولا که گذشت، نون آوردن. امیرالمومنین نون خدمت رسول الله تقدیم کرد. رسول الله اومد بله کرد و اومد بخوره. یه دفعه گوشت به صدا در اومد که یا رسول الله منو نخور، من مسمومم. پیامبر زنه رو صدا کرد که چرا این کارو کردی؟ گفت آقا ببین جنگ خیبر بود، تو بابای منو کشتی، داداش منو کشتی، عموی منو کشتی، برادرزادای منو کشتی، برادر منو کشتی. طرف همه ایل و تبارش تار و مار شده بودن. گفتش که با خودم فکر کردم، گفتم اگه تو پیامبر خدایی واقعا این همه کس و کار من به حق کشته شدم، این وعده فتح مکه رو داده، نباید الان بمیره. اگرم قدرت طلبه و این همه کس و کار من فدای قدرت این شدن، خب بس انتقام بگیرم. پیامبر فرموده اینجوریه. گفت بله آقا من راستشو بگم همینجوری بود. گفت برید سلمان و ابوذر و مقداد 10 نفر از آدم حسابی ها رو صدا کردن، همه رو آوردن دور این کبابه. پیامبر فرمود همتون بخورید. بعد فرمود این ذکر رو بگید و بخورید، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الشافی. یکی دو خط دیگه هم اضافه داره. آقا خوردن همشون، پیامبرم خورد. یه روز موندن هیچ کی چیش نشد. زنه گفت من ایمان آوردم. تو این فاصله برا مرد. برا رو کفن کردن و آوردن پیش رسول الله. گفتن آقا این شهید شده، بهش نماز بخون. فرمود من به بدن برا نماز نمیخونم. گفتن یا رسول الله چرا؟ فرمود سر اون تیکه‌ای که به مولا انداخت. اونایی که اونجا بودن گفتن یا رسول الله این شوخی کرد. گفت جدی گفته بود که کل اعمالش نابود بود. مسئله اینه که شوخی کرد. گفتن آقا شهیده. گفت نمیخورم. گفتن حالا چیکار کنیم؟ فرمود مگه مولا بیاد کارش حل کنه. بعدن مونده. امیرالمومنین اومد دید کفن شده است. برا یه دفعه گفت اصلحک الله یا برا، خدا برات بسازه برا، خدا کارتو جور کنه. لقد کنت قواما صواما، تو اهل نماز بودی، تو اهل روزه بودی. به رسول الله گفتن که آقا دیدی مولا چیزی به دلش نبود، دیدی که شهادت خیر داد راجبش؟ فرمود بله. گفتن خب حالا نماز بخون. فرمود که دیگه برا به نماز من رسول الله احتیاج نداره. به احترام خوند. رفتن خونه برا تسلیت. رسول الله به خانواده برا گفت من به شما تسلیت نمیگم، در واقع شما به تبریک اولایید تا به تسلیت. گفتن چرا؟ فرمود با اون یه خط دعای علی برا در هر آسمانی در هر جایی از بهشت بخواد میتونه بره. تمام حجاب ها از روی برا برداشته شد با یه خط دعای علی. بعد فرمود ایها الناس تعرضوا لدعاء علی لکم. یه کاری کنید مولا یه ذکر خیری از شما کنه. بچه‌ها رفتید بیرون به شیعیان و مرتضی علی راه بدید، به مولا بگو آقا یه دعا برای ما بکن. مغازه داری به شیعیان و مرتضی علی تخفیف بده، به آقا بگو آقا یه دعا برای ما بکن. قربون زن و بچت برو، ولی نه به خاطر زن و بچت، به خاطر اینکه خدا نوکری 2-3 تا از شیعیان و مرتضی علی رو داده بهت. نون میخری برای شیعیان و مرتضی علی نون میخر، نه برای پدر مادر و زن و بچتا. بعد به مولا بگو مولا جان یه دعا برای ما بکن. هر روز یه التماس دعا به مولا بگو، به حساب علی کار کن، ازش بخوا دعات کنه. یه وقتی بی‌حجابی رو تو خیابون دیدی بگو مولا جان این بی‌حجابه ولی تو دلش محبت تو رو داره، من حاضر نیستم به کسی که محبت تو رو داره کثیف نگاه کنم، به حرمت تو نگاه نمی کنم، یه دعا برای من میکنی؟ از فردا التماس دعاگوی علی شو. از فردا
بعد فرمود اگر کسی در عمرش علی یه بار ذکر خیر ازش کنه گناه تمام ثقلین به گردنش باشه، به تعداد برگها گناه کرده باشه، اون یه دعای علی میچربه. یک عمل داریم که در روایت اگر کسی اون کار رو بکنه امیرالمومنین دعاش میکنه و فرمود گریه بر ابی عبدالله و این روایتش صحیح السنده، تو کامل الزیارات هم اومده. فرمود ان الحسین لیرا من امام حسین میبینه هر کی براش گریه کنه، تا اشک اومد به چشمت بدون مولا داره نگات میکنه. این روایت صحیح السنده. به نظرتون کی عاشق کی بود؟ یوسف عاشق بنیامین بود یا بنیامین عاشق یوسف؟ من میگم یوسف عاشق بنیامین بود. خودش جام گذاشت، خودش کشف کرد، خودش هم گفت تو مال منی. از اول بنیامین همینجوری مونده بود، خودش میذاره تو کاست که گریه کنی، یه وقت به خودت نگیری یا بعد میگه تو گریه کردی تو مال منی. من میگم آقا این گریه رو کی داد؟ میگه خودم دادم. مولا عاشقته. زود غریبه نشو با امام حسین، گناه ها ما رو زود غریبه نمی کنه. واسا پاکارا آقا، بگو بالاخره با روزت درست میشه، بالاخره با روزت درست میشه. بعد فرمود که ببینه یکی گریه میکنه یسألو اباهو، یعنی امیرالمومنین، و امه و اخاه و رسول الله که ان یستغفر له، فرمود برای این استغفار کنید.